درود دوستای خوبم، هنگامه هستم. آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار هم دیگه آشپزی کنیم. میخوایم خوراک بادمجان درست کنیم. اگه از اون دست افرادی هستین که مثل خود من بادمجان مواد غذایی مورد علاقتون هستش، حتما تا آخر این ویدیو کنار من باشید. بریم با هم یه خوراک خوشمزه درست کنیم. برای درست کردن خوراک بادمجان اول از همه من اندازه 4 تا قاشق غذاخوری روغن رو میریزم توی ظرف مورد نظرم. یه دونه پیاز درشت رو خورد کردم، تفتش میدم. اجازه میدم پیازم سبک بشه. توی این فاصله تا پیازم بخواد تفت بخوره، من 3 تا بادمجون رو پوست کندم، خوردشون میکنم. ببینید دوستان، بادمجونا رو خیلی ریز نمی کنم، خیلی هم درشت نمی کنم، چون بادمجون اگه بخوایم خیلی ریز خوردشون کنیم آب میشه، چون بادمجون آب میشه دیگه، میدونیم حجمش کم میشه، بعد خیلی له میشه. به خاطر اون خیلی هم ریز خوردش نکنید که اون ظاهرش رو حفظ کنه. من 3 تا بادمجون رو خوردش میکنم و میذارم کنار. پیازم تفت خورد، سبک شد. بیشتر از این سرخشون نمی کنم. برای این غذا بهتره که خیلی سرخ نکنیم پیازا رو. اندازه یه قاشق چای خوری هم بهش زردچوبه اضافه کردم. یه مقدار تفت میدم زردچوبم رو. بهش یه قاشق غذاخوری به پیازم رو به گوجه اضافه میکنم. یه مقدار تفت میدم تا خامی ربم گرفته بشه. ربمو تفت دادم، بادمجونا رو بهش اضافه میکنم. یه نکته بگم دوستان، بادمجون رو که اضافه میکنیم میدونیم که بادمجون زیاد روغن جذب میکنه. تو این مرحله ببینید بلافاصله این روغن رو جذب میکنه این بادمجونا. اگر دوست داشتید میتونید بهش یه مقدار روغن اضافه کنید، ولی آخر سر که پختش یه مدت نیم ساعت که گذشت درش رو گذاشتیم، همین روغنش رو پس میده بادمجون. یعنی اگه روغن هم اضافه نکردید همون روغن کافیش است. میگم بازم سلیقه شماست، اگه دوست داشته باشید میتونید توی این مرحله یه مقدار بهش روغن اضافه کنید، ولی اگه از من میپرسید اضافه نکنید، چون میگم همین روغنش رو پس میده بادمجوناتون. 3 تا گوجه فرنگی متوسط رو پوره کردم، بهش اضافه میکنم. دیگه بهش آب اضافه نمیکنم به خاطر اینکه بادمجونامون بپزه، چون بادمجونا هم خودش آب میندازه، هم میبینید بهش پوره گوجه اضافه کردم. دیگه نیاز نیست که بخوایم آب اضافه کنیم برای پختن بادمجونا. حالا دیگه بس که مخلوطش کردم، من درش رو میذارم. تو این مرحله اجازه میدم 1 ربع تا 20 دقیقه بپزه. تو این مرحله تا بادمجونام تو این فاصله بخواد بپزه، من دارم سیب زمینی آماده میکنم. ببینید دوستان، من اندازه 1 قاشق غذاخوری روی سیب زمینی‌ها روغن مایع ریختم. 3 تا سیب زمینی متوسط رو من خوردش کردم. میبینید به چه شکل خورد کردم، حبه خوردشون کردم. حالا شما میتونید سرخشون کنید این سیب زمینی‌ها رو جدا، ولی من میخوام بذارم تو دستگاه هواپز. خیلی با روغن کم میتونیم بپزیم تو دستگاه هواپز، فوق العاده میشه. به خاطر همون من الان آماده میکنم و میذارمش کنار. یه مقدار بهش زردچوبه میزنم به خاطر اینکه خوش رنگ‌تر بشه. یه کوچولو پاپریکا، یه مقدارم نمکم کم میزنم، زیاد نمیزنم. بعد دیگه همه رو هم میزنم. بعد دیگه میریزمش تو دستگاه با برنامه پخت سیب زمینی، یعنی همون سیب زمینی که سرخ میکنیم با همون برنامه. اجازه میدم با دمای 200 درجه 10 دقیقه سرخ بشه، بعد میذارمش کنار. من سیب زمینیمو آماده کردم دوستان، میذارمش کنار. میبینید بدون روغن چقدر خوب میپزه این سیب زمینی. تو هواپز فوق العاده است برای پخت سیب زمینی، واقعا برای خیلی چیزا خوبه، به سیب زمینی فوق العاده است. حالا میرسیم به بادمجونامون. اندازه 1 ربع 20 دقیقه من گذاشتم پخت. میبینید من پرگوجه دوست دارم دوستان. 3 تا گوجه متوسط بهش پوره کردم ریختم. شما میتونید 2 تا هم بریزید. میبینید چقدر پررنگ شده، چون واقعا میگم من گوجه رو خیلی دوست دارم، طعمش رو توی خوراک بادمجان. یه دونه فلفل سبز رو خوردش کردم، من بهش اضافه میکنم. و سیر خب میدونیم که طعمش با بادمجان خیلی مچه. من اندازه 4-5 تا حب سیر درشت رو خورد کردم. میتونید رنده کنید، میتونید بسته به ذائقتون کم یا زیادش کنید سیرتون رو. به من چون خیلی دوست دارم توش زیاد ریختم. اندازه 1 قاشق چای خوری هم بهش نمک اضافه میکنم. من ادویه دیگه بهش اضافه نمی کنم، چون زیاد طعم ادویه رو تو این غذا نمیپسندم، ولی میتونید بهش فلفلم اضافه کنید شما.
زیادم همش نمیزنم، ولی وقتی که درش رو گذاشتی تو همون زمان 1 رو 20 دقیقه هم که گفتید، بالاخره هر 7-8 دقیقه یه همه کوچولوش بزنید که ته نگیره بادمجونا. ولی زیادم بیش از حد هم نمیزنیم که بادمجونمون له نشه دیگه. حالا درش رو میبندم، اجازه میدم یه 20 دقیقه دیگه بپزه، یعنی کامل بپزه غذامون. دوستان میبینید که خوراک بادمجون من پخته. حالا سیب زمینی که آماده کرده بودم رو بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه این سیب زمینی رو اضافه کردم، میگم غذای من کامل پخته. اندازه 1 دقیقه دیگه میذارم با سیب زمینی بپزه، یه حرارت بخوره که فقط سیب زمینی داغ بشه. زیاد نمیذارم با سیب زمینی بمونه که سیب زمینی له نشه، اون ظاهرش رو داشته باشه. بعد دیگه آماده است دیگه غذامون. خوراک بادمجونمون آماده شد دوستان. فوق‌العاده خوشمزه است دیگه، حتما درست کنید. اگه بادمجون از اون مواد غذایی مورد علاقتون هستش، این خوراک فوق‌العاده است، حتما درستش کنید. خیلی دوستتون دارم. حتما نظراتتون رو کامنت کنید. اسم منم هنگامه است. ویدیو رو هم لایکش کنید اگه تا اینجا لایکش نکردید. ویدیو بعد هم دیگه رو می‌بینیم.